حضرت ابراهیم علیه السلام به فرمان خداوند هاجر و اسماعیل را از کنعان یا فلسطین کنونی به سرزمین سوزان مکه که نه جانداری نه آب و نه غذایی داشت منتقل کرد. ابراهیم در آن لحظات دست دعا به درگاه خداوند بلند مرتبه دراز کرد و فرمود: بار الها، فرزندم را در دشتی که قابل کشت و زرع نیست و کسی در آن رفت و آمد نمی کند نزدیک خانه‌ای که حرم توست گذاشتم تا نماز را به پا دارند. هاجر و اسماعیل تنها ماندند. چیزی نگذشت که هوای سوزان مادر و فرزند را تحت فشار قرار داد. آب و غذای آنان تمام شد. تشنگی اسماعیل را بیحال و هاجر را پریشان ساخت. هاجر در جستجوی آب به هر سو می‌دوید، از صفا به مروه و از مروه به صفا، تا آنجا که توانست سعی کرد، اما تلاشش ثمری نبخشید. چون دستش از عوامل ظاهری قطع گردید، بر فراز کوه با آفریدگار خود مشغول مناجات شد. در این حال حضرت اسماعیل از تشنگی زیاد پاشنه خود را در خاکی که زیر پای خود بود می‌کشید. هاجر کم کم متوجه شد که خاک زیر پای اسماعیل در حال تبدیل شدن به گل است. در این هنگام که هاجر بیننده این اتفاق بود، دائما کلمه زمزم را به زبان می‌آورد. از زمان حضرت اسماعیل تا کنون، یعنی بیش از 3500 سال، آب این چاه هنوز جریان دارد و مقدار آن همیشه ثابت است. از نظر ما مسلمانان این آب معجزه الهی است که همیشه موجب شگفتی دانشمندان و محققان نیز بوده است. برای واژه زمزم به دو معنا اشاره شده. اول آب گوارا و شیرینی که اندکی شور باشد و دوم جوشیدن آب از زمین. آب چاه زمزم در ابتدا از طریق ریسمان و سطل بالا کشیده می شد. اما امروز این چاه در یک اتاق زیرزمینی قرار گرفته و از پشت صفحات شیشه‌ای قابل رؤیت است. اما زائران اجازه ورود به آن اتاق را ندارند. پمپ‌های الکترونیکی آب را از چاه خارج می کنند و از طریق مخازن متعدد در دسترس زائران قرار می گیرند. تانکرهای آب زمزم جهت استفاده زائران حرم نبوی نیز به مدینه منتقل می شوند. البته این آب در میان دیگر مساجد مکه مکرمه نیز توزیع می گردد. آب زمزم دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است. علی‌رغم استفاده مداوم از آب زمزم، تا به حال این چاه خشک نشده، در حالی که اغلب چاه‌های دیگر اطراف شهر مکه خشک شده‌اند. آب این چاه از زمان به وجود آمدن تا به حال دارای ترکیبات معدنی یکسانی بوده. این آب در نقاط مختلف دنیا آزمایش شده و دارای تقاضای بالایی در سطح جهان می باشد. هیچ گونه ترکیبات شیمیایی یا مواد ضد عفونی کننده‌ای به این آب اضافه نشده. برخلاف چاه‌های دیگر هیچ گونه رشد و زندگی گیاهی و جانوری در این چاه وجود ندارد و علی‌رغم آنکه این موضوع خود باعث طعم بد و بوی نامطبوع آب می‌گردد، اما آب زمزم این گونه نمی باشد. سایر آب‌های جهان هنگام نگهداری طولانی فاسد شده و رنگ آن عوض و بدبو می‌شوند. اما آزمایش شده که آب زمزم در چنین شرایطی فاسد نشده و قابل نگهداری میباشد. یک پژوهش علمی در دانشگاه اسکندریه مصر ثابت کرد که آب زمزم با توجه به خواص منحصر به فردی که دارد، بهترین آب روی زمین محسوب می شود. در یک مطالعه میدانی محققان به این نتیجه رسیدند که آب زمزم به دلیل داشتن بهترین غلظت املاح و عناصر مفید برای سلامتی انسان آب مناسب و مفیدی است. بررسی‌های انجام شده روی آب زمزم حاکی از آن است که حتی
یک میکروب در آن وجود ندارد. این آب از نظر پزشکی به بهبود بیماران کلیوی، قلبی، گوارشی، چشمی و روماتیسم کمک می کند و باعث ترمیم کمبود مواد معدنی در بدن و افزایش و تسهیل عمل دفع ادرار می گردد. یک دانشمند ژاپنی به نام دکتر ماسارو ایموتو، بنیانگذار نظریه تبلور ذرات آب، بر اساس تحقیقات علمی بسیاری که به وسیله تکنولوژی نانو بر روی آب زمزم انجام شده، کشف کرده که بلورهای آب زمزم شبیه هیچ آب دیگری نبوده و هیچ یک از خواص این آب قابل تغییر نیست. و اگر یک قطره از آب زمزم به 1000 قطره از آبهای معمولی اضافه شود، آن آبها خواص آب زمزم را به دست خواهند آورد. بر اساس باور مسلمانان، این چاه به صورت معجزه آمیزی هزاران سال پیش توسط جبرئیل امین در زمان ابراهیم برای نوزاد تشنه او، یعنی اسماعیل و مادرش، به وجود آمده. سالیانه میلیون ها نفر در زمان حج واجب یا عمره به دیدن چاه زمزم می روند تا از آب آن بنوشند. نوشیدن آب زمزم جزو مناسک واجب حج و عمره نیست، بلکه نوشیدن آن یک امر مستحب و آوردنش به عنوان سوغات حج برای دیگران یک امر مباح می باشد. با این وصف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آب زمزم را بهترین آب در روی زمین دانسته و در روایت دیگری از ایشان نقل شده که آب زمزم برای کسی که از آن می نوشد مفید و مایه شفا و بهبودی است. زمزم ای چشمه شگفت انگیز و نعمت پایدار الهی، بیتاب وصال کعبه مقدس و تشنه آب زلال تو، پس از طواف خانه یار و سعی صفا و مروه ایم.